پی پی ماینکرافت خیلی حوصله سربر شده، از اسپم دادن یه نوع اتک بگیر تا بالا و پایین شدن با میس. ولی چی میشه اگه سلاحی جدید به بازی اضافه شه؟ سلاحی که کاربرد متفاوتی با تبر و شمشیر داره و بازی کردن با این سلاح میتونه تجربه متفاوتی هم ماینکرافت بهتون بده. برای همین ما امروز قراره بریم SMP لایت دیفورج، SMP که سلاحایی با اسم آرتیفکت به بازی اضافه کرده که هر کدومشون کار خاصی میکنه. برای مثال این فراست باینده که یه تیر یخی خیلی قوی سمت دشمن پرتاب میکنه. ولی فعلا بریم داخل سرور. اوکی 10 ثانیه دیگه تلپورت میشیم. تلپورت شدیم، کوردینیت رندوم. الان اینو باید برام پیش ریکارد و اینا ببینم اونا کجان دیگه. از اونجایی که نسبت به بقیه دیرتر جوین سرور شده بودم، مجبور بودم ازشون کوردینیت بگیرم و برم پیششون. ولی سر راه یکم مجبور بودم وسیله جمع کنم تا نمیرم، چون سرور لایف استیله و با مردن میتونی قلبتو از دست بدی. اوکی بده ببینم، یه شیلد، یه دونه پیککس، فکر کنم این کافی باشه. بریم. و بعد از کلی راه رفتم بیسو پیدا کردم ولی ورودیشو پیدا نکردم و حدود نیم ساعت داشتم بالا و پایین میکردم تا ورودیشو پیدا کنم. حتی ایکس ری هم زدم آخر نتونستم ورودیشو پیدا کنم که یکی بچه اومد کمکم کرد. نگاه همینو بپر پایین. خب بذار من فقط این ایکس ری خاموش کنم. با ایکس ری داشتم دنبال ایسمو میگشتم. ایکس ری خاموش میکردم که راحت‌تر میتونستم پیدا کنم. خیلی ترکیه. ای بابا بریم پایین. پشمام چه بیسی ساختیم. خوشبختانه تو اون تایمی که هم بچه‌ها تونسته بودن یه بیس زیرزمینی خیلی خفن اوکی کنن و من هنوز هیچ آیتمی ندارم. خب آرسان من علیکم وسیله میخوام. زیادی لختم. زیادی لختی؟ 7 دایمند بگی دارم. بعد اینو بگیر، اینو بگیر، اینو بگیر. آمارا من بگیر. آرسان ریچ. خب دیالو پسش بده دیگه. بعدش رفتم یه دونه تریل چمبر تنهایی لوت کنم، چون برای اول بازی یه سری لوتای خوبی میتونم بگیرم. پس کلیک جمع کردم، والت باز کردم و همچنین کلی لوت خوب از اونجا گرفتم. ترایدنت. او گلدن اپل، دایمند، بازم گلدن اپل. پشمام دایمند بلاک داد داخل کوزه. اوکی من رسیدم بیس. من قبلا این بازی ها رو انجام دادم. بعدش داخل سرور یکم مسخره بازی انجام دادیم و از سرور رفتیم تا فردا بیایم. او بلک پنتر. بابا بیا اینجا. کجا میری؟ چیه داره زنگ میزنه؟ بزنم. بمیر بابا. الو سلام. اپر ما داخل بیس بودیم، داشتیم گرایز میکردیم که یهو یه پلیری اومد تو بیس، زد منو کشت. بعد بهداد ران داد ولی فکر کنم الان بیسو پیدا کردن. بیسو پیدا کردن، ریدش کردن. اوه الان هم سروی دقیقه بچه‌ها بگو بیان دیگه. مثل اینکه بیسو پیدا کرده بودن و جنرالو کشته بودن. خب چطوری؟ خیلی راحت با استفاده از یه آیتمی که داخل بازی است به اسم ترکر، تو با ترکر میتونی پلیرها رو ترک کنی و ببینی کجان. ولی اینا چطوری انقدر آیتم دارن که اول بازی میتونن ترکمون کنن؟ خب بذار اینجوری بگم که این پلیرها خیلی زودتر از ما جوین سرور شدن و الان خیلی از ما بیشتر آیتم دارن و هر لحظه ممکنه دوباره ترکمون. پس باید از یکی از دوستای قدیمیم کمک میگرفتم. بعد زینتسو کوردینیت بیسشو فرستاد، بریم پیشش باشه که حرف بزنیم. و بعد از یه سفر طولانی و کلی بلاک طی کردن. اوکی اونجا. الو. این زینتسوه، یکی که دقیقاً عین ما ترک شده و بیسش رو ریت کردم و ما اومدیم اینجا تا بهش درخواست همکاری بدیم. آقا گوش کن ببین چی شده؟ ما رو تارگت کردن. خب شما هم تارگت کردن. اون تیمی که شما رو تارگت کردن ما هم تارگت کردن. هیچ کدوم وسیله نداریم. درست. نظر راجع به تیم شدن چیه؟ مثبت. اوکی الان این بیس شما یا رد گم کنیه؟ نه بابا بیسم. بیس تو اینه؟ آره. بس باید گرانت کنیم وسیله جمع کنیم دیگه. من قبلا این بازی ها رو انجام دادم. گوش کنید من قبلا این بازی ها رو انجام دادم. پشت سر هم وای میستید، ربات نمیتونه تشخیص بده. خوشبختانه زینتسو بدون هیچ دردسری درخواست تیم شدنمون رو قبول میکنه و الان تعدادمون بیشتر و خیلی سریعتر قبل میتونیم گرایند کنیم و وسیله جمع کنیم. ولی قبلش به این آرتیفکت ها رو تست کنیم تا ببینیم که کدومشون خوبن. اولین آرتیفکت فراست باینت. پشمام تا حالا خودم تجربهش نکرده بودم. چقدر بد داره نمیشه. چقدر بد میزنه.
دومین آرتیفکت کریمزون فنگ. خیلی بیشتر دمیج میده، خیلی بیشتر دمیج. دمیجش که نه، ولی اچ پی اون خیلی داره پر میکنه. و آخرین آرتیفکت اسکای شاتر. اوه باشو. اینا بهترین آرتیفکت ها برای پی پی بودن که از نظر من بهترینشون کریمزون فنگه که با کشتن پیگلین برود میتونی بگیری، هیلینگ خوبی داره و کولداون پایینی هم داره. ولی الان خیلی زوده که بریم سراغ آرتیفکت، فعلا باید وسیله جمع کنیم و برنامه ریزی کنیم. شما گوش کن. شما ویلیجر اوکی کنید، چیز ترید اوکی کنید، امرالدینا اوکی کنید. منم میرم دایموندینا جمع کنم، ندرای جمع کنم. چیز دارین؟ ندرایت آپگرید دارین؟ نه ولی بسیار نزدیکمون. میخواستم برم بسشه ندرایت آپگرید بگیرم تا ندرایتی شیم، ولی قبلش از سرور یه دقیقه رفتم بیرون و وقتی دوباره میخواستم بیام داخل سرور دیدم ریکاردو داره داخل دیسکورد بهم پیام میده که وایپر نیا داخل سرور. پس رفتم داخل لابی سرور تا ببینم چی شده. ببین من داشتم با این اسکول خب اونجا رو مرتب میکردم برای پامکین فارم. بعد یهو اچیونت کاور رو دیدم که این اچیونت هست 7000 بلاک تو نداره. خب نه نیم تگ نه، اونو گرفت. بعد یکی دیگه از رفیقاش هم زنیتو رو تک کرد، گفت بیا من ندیده بودمشون. به این گفتم رام بده، فکر می‌کردم اومدن که بعد متوجه شدیم واقعا اومدن و یعنی عالی شد بیسمون پیدا کردیم. آره ولی وقتی ترک باشه همینه، امکانش هست ویلیجر رو پیدا نکرد. شاید بپرسین وایپر اینا کیان که هی میخوام بکشنتون و دارن ریدتون میکنن؟ خب اینا پلیرای سیزن 1 این سرورن که میخواستن درگون اگو بگیرن ولی نتونستن و این سیزن میخوام با رید کردن بیسا ما رو عقب بندازن تا ما نتونیم درگون اگو بگیریم و مال خودشون بشه. ولی میدونین من خیلی عقده‌ای تر از این حرفام که بذارم یکی بیسمون رو چند بار گریف کنه و آخرش خسر در بره. برای همین اون شب از سرور رفتیم تا یه موقعی بیایم که اونا داخل سرور نباشن. و شاید براتون سوال باشه این تایمی که داخل سرور نبودین چیکار میکردین که خودتون ببینید؟ میشه بریم بیرون اوکی من میرم دنبال بسشن بگردم، بسشن لوت کنم دیگه برای ندرایت آپگریدش. اوکی یه بسشن پیدا کردم. هی این وسطی هست، بریم لوتش کنیم. بده. HP دارم دیگه. اوکی خیلی وسیله داره. چی دایموند آرمور داشت؟ میشه دقیقه دیسکورد به من تجاوز کنه. بعد از اینکه بسشن رو لوت کردم رفتم سمت یه فورترس تا وسایل ساخت پوشن بگیرم از اونجا. امیر لعنتی. اوکی اینا بلیزراد. اوکی اینا من ندروارتس. بریم بقیه آیتما رو جمع کنیم. بعدش همونجور که میبینید رفتم و بدون هیچ چیتی گلد جمع کردم و اومدم. و سر راه هم یه دونه ماینشفت بود که کاوبه اونم کندم که داخل پی پی خیلی کمک میکنه. اوکی ما الان یکم کاوب جمع کردیم، گلد جمع کردیم. الان باید بریم سمت جایی که بچه هستن که اونجا میشه دیگه. بریم بیششون یکم این چند بگیریم گرانت کنیم با سوی. بعدش با اون هم آیتم رو افتادم سمت بیسی که بچه‌ها تازه ساخته بودن. آقا من بالاخره رسیدم. آقا کل داراییمون رو گذاشتم داخل یه دابل چست. دست نزنین دست همتون رو قلم میکنم. و شاید بپرسین وایپر اونایی که باشون تیم اپ کردین چی شده؟ خب من داخل دیسکورد بچه‌ها گفتم که کسی سرور نره و وایسین آخر شب همه با هم بریم، ولی مثل اینکه اینا زودتر جوین سرور شدن و کشتنشون رو مردن. و بعد از کلی کیل فارم شدن از سرور الان ناامیدن و میخوام برن و به عنوان درخواست آخر ازشون هارتاشون رو گرفتم. بینو بگیر. اوکی واسه اینو بپرم از ارتفاع کیل فارم. بابا بگو نخو بمیر. اوکی بمیر و شرمنده بمیر. و بعدش هارتاشو بین بچهای خودمون که زیر 20 قلب بودن تقسیم کردم. باید 3 تا هارت بدم تا چیز شه دیگه. آره ویدرا 1 بگی 30 ثانیه کولداون داره برای بعدیش. بعدش برای اینکه کارا سریعتر پیش بره تقسیم وظیفه کردن و همه مشغول کار خودشون بودن. ریکاردو و آرسام داشتن این چنت میگرفتن، من داشتم پوشن میساختم و جنرال هم داشت ندراید ماین میکرد و همه چی داشت عادی پیش میرفت تا وقتی اینکه اون تیمی که بیس ما رو ریت کرد و همچنین زنیتسوشون رو کشت. جنرال داخل ندر میبینم و جنرال هم برای اینکه به اونا ندراید نده از سرور لفت و اونا هم بالای سر جنرال وای میستن تا اون نتونه بیاد داخل سرور. و با خودمون گفتیم که اینا بی خیالش میشن بعد یه مدت دیگه، مگه نه؟ ببین وایپر ساعت چنده؟ ساعت 6 و 8 دقیقه است. خب خب من اون موقع رفتم نهار بخورم، فکر کنم یک خورده بود. نزدیک 4 الی 5 ساعته. جنرال اینا رو دیده هیچی نداره، لفت داده. هنوز الان اومد تو سرور باز لفت داد.
هنوز پیششن 4 فاکینگ و ساعت. مثل اینکه قرار نیست بیخیالش شن و خودمون باید بریم جنرال رو نجات بدیم. پس سریع باید وسیله جمع کنیم و بریم نجاتش بدیم. شاید بپرسیم وایپر چرا انقدر دلت میخواد جنرال رو نجات بدی؟ خب رفاقت. معلومه که نه، فردا اند سرور باز میشه و تعداد ما اونا کمتره. و اگه بخوایم از اونها انتقام بگیریم به کمک جنرال نیاز داریم. پس سریع شروع کردیم این چند زدن. و بعدش هم یکم داشتم ندرای جمع میکردم که یه پلیر به اسم پرهام وارد سرور شد که اگه اون رو نمیشناسید بهترین پی پیر ایران داخل کیت SMPه که سری بعد جوین شدنش درخواست تیم شدن بهش دادم، چون اگه تو تیم حریف میرفت یکم زدنشون سخت میشد. یادداشت کن منفی 5100 سب و همه چیزام بزن. منفی 5100 8500. پرام پس کوردینیت بیسو که هم بهت دادیم، ما از اول صبح داخل سروریم. یکم برو اونجا بر خود گرایند کن، ویلیجر اینو داریم قشنگ، پامکین فارم اینا هم داریم برای امرالد، پامکین پایش هم بزرگه نسبتا. برو بر خود یکم امرالد یکم بذار اگه هست هر چقدر. اوکی یکم امرالد اینچنت میذاریم، کاو و گپل اینا هم داریم، پوشن هم داریم. یکم بر خود وسیله اوکی کن که بعدش جنرال رو بریم بیاریم دیگه. خوشبختانه پرهام به راحتی قبول میکنه بیاد تیم ما و الان ما میتونیم جنرال راحت‌تر نجات بدیم، ولی قبلش باید یکم وسیله جمع کنیم تا اونجا رفتیم خیلی راحت نمیریم. اوکی خودمان را نظرایتی کنیم. بدون این چند آره. میشه مثلا. الان گرفتم اینجا همین الان 6 تا رو به همون خواستم. یی بیاد استنجای منو بگیر. اوکی. مرسی. غذای درست حسابی دارین من نون نخورم؟ آره بیا گفتش گلدن کرت فرست میدم. بیا بیا کریم گوشته این همه چی داریم. بده. آقا دست شما طلا. الان که وسیله داریم میتونیم بریم جنرال رو آزاد کنیم، ولی قبلش باید حواسمون باشه که تیم اونا ضعیف نیسته و پی پی ارای خوبی داره، از جمله بهترین میس پی پی ار ایران. خب آقا پرام بریم. آفرین دیسکوردم بریم زیر زمین بسازیم. خفن‌تر میشه. اوپنینگ هم داره. یه تو همینجا بسازو. بیا پایین. بعد پورتال اصلی اون همین باشه دیگه. همینجا؟ 1 2 3 اون دوتا هم تا بسا ندارم 19 تا داری خفه شو. ندارم. پرهام چرا باید استفاده کنم؟ حیفست نمیصرفه دادا. بذار گوشت. من گلدن کرد نمیخورم که حروم نشه. الان از دورابیلیتی استفاده کردم. دورابیلیتی احیانا اصالتت کجاست؟ مشهدی هم عالی بود. 100 200 ببین 100 250 باید بریم. و بعد از رفتن یه مسافت طولانی داخل ندر بالاخره به اونجایی که جنرال بود رسیدیم. چیز اینجا نیست مثلا آثار که کسی اینجا لاگ آف کرده. بگو بیاد سرور جنرال. دقیقاً همینجاه. آره تونلاش هم هست. سری روشن کنم الان شیفت داره. اوکی. اونجا چیز شد. خوشبختانه این جنرال خیلی راحت و بدون دردسر پیدا کرد. نرایتا رو بده. شما فولید دیگه به خودم میزنم. بده من نرایتا رو. بریم سالا پورتال 951 بلاک مرتب. بعد پیدا کردن جنرال تصمیم گرفتیم همون رو بریم سمت بیسمون که تونلاش یکم ساسه. مانیتو الوج سمت چه اینور پرام بیا دنبالم. اونجا دقیقاً رو برون. پوشنا رو بزنیم. اول ببینمشون. ما بیارمش. فال افتاد. اوکی بریم رو. من پاتام هنوز نزدم. اوکی. وایپر اسپید وایپر. حواسم هست. یه کار گلدن پلن یه دونه گلدن بده. پرام من الوجو میگیرم. وای نمیشه آب گذاشت کاوه با در اومد نداره. فاک 4 تا دیگه. 4 تا فایز 8 دقیقه بعد خب دیگه 4 تا اسکریپت هم 4 بیاید کمک اینا دارن تقریبا من تو ایکس ری هم حساب نیست. اگه می‌خواستیم بریم الوجو پاره کردم. اگه آرتش اندازه من بود الان مرده بودا. بیایم. من دایمندی ام فقط. من فقط دایمندی ام. حرام بس همیشه باشه میکنم. من الان تو ایکس هم هیچی نمیبینم. برو رام بده ایکس ری تو بده خاموش کن. من اینا رو دارم. وایپر گلدن پلا تموم میشین توی اسم. 56 تا دارم. برام خاموش کردی؟ خاموش کردی؟ آره.
اوه چه کاوه بیکردمش. ریکاردو دوستان من در میام. نه گو خوردی آرسام، خیلی اینه استکن. منو استکم فقط بای من جا گپلام که همیشگی نیست، دارم قاطی میکنم. چرا کوک بفر کوک نشید. شد. داشیاری 40 هارد داره، یعنی چی کوک نشی؟ خب چتونه الان من بیام نه یا نه هیچ کی نمیخواد، به دوجش میمیریم طبعا. حالا داداش یعنی چی اوجش میگی؟ الان مگه 2-2 نیستیم؟ 2-2 اینا هارتاشون خیلی بعد زیاده. ببینید من چجوریم. هی دیگ میکنه میره زیر من. کوردینیت به من بدید من بیام. نمیخواد بیاین شما هم میزنم داداش. من دیگه اگه نه ما دو تا بیایم. ما دو تا بیایم میتونیم بزنیم. همون 250 اینا میبودن. اوزام خوبه یعنی بد نیست. پرام میل کن، پرام اچ پی. پرام ریدم وای خودت. کویک دراپش منم میرم دیر. بای ریدم. من فرکم. درسته که شکسته به دادیم ولی حداقل جنرال نجات دادیم و چند تا چیز فهمیدیم. اول اینکه همشون تقریبا 40 هارتن و به صورت عادی نمیشه زدشون و نیاز به چیزی داریم که هارتامون رو برابر اونا کنه که بلادفنگ کار شبیه اینو انجام میده که برای گرفتنش باید پیگلین برود بکشیم که چقدر این بروت‌ها سگجونن. دراب نه تایلی ببین نه نزدیک بیا بمیر نه این دراب نداد. با پیگلین بروت رفتن گوشه به اینجا بمیر دیگه. دستم بهشته برسه. وای اینم دراب نداد. شما کوچولو هم بیاین اینجا. به تو رو خدا دراب بده بابا تو هم بعد از کلی پیگلین برود کشتن و بسشن لوت کردن حتی یه دونه‌شون هم دراب نداد. برای همین رفتم اون شب و گرفتم خوابیدم چون دیگه واقعا حوصله نداشتم بسشن لوت کنم. فردا که بیدار شدم دیدم ریکاردو با کشتن 4 تا برود 4 تا گرفته. بلد پنگ منو بده. با نه کی خوب. بکنم بیا بلد پنگ منو نمی بده. دیسکارید نشی نمیری بیا میام هیتت. خب که تریدن بیذاریم شیفت کلیک از کراس. اونجایی که 2 ساعت تا باز شدن اند نمونده بود رفتیم تا اند پورتال رو پیدا کنیم. یه دونه آی اینوری ها مگه پیدا کم پورتالو. کد بده 6 منفی 6300 9200. خوشبختانه پورتال رو سریع پیدا کردیم و هنوز کلی تایم داشتیم تا یه نقشه برای اند فایت بکشیم که خلاصش این شد. ببین داخل اند اونجایی که چند تا تیمیم خب یواشکی میریم یه جا قایم میشیم. حالا ترجیحاً داخل پیلری جای قایم میشیم وای میستیم تیمای دیگه فایتشون رو بدن بعد ما میریم. اگه تیم دیگه ای در کار نبود فقط 2 تا تیم بود همون اول میریم دیگه. خلاصه این نقشه اینه که میریم داخل اند و داخل پیلر قایم میشیم و اگه 2 تیم اومدن داخل اند وای میسیم دعواشون تمام شد بعد ما میایم ولی اگه نه یه تیم بودن مستقیم میریزیم سرش. وایپر صبر نکنیم یکم بریم داخل نمیدونم من میام سری بریم. صبر کنیم من هیچ کی میگم یکم صبر نرفته. کنیم چون پرهامم نیست اگه تراب نباشه من مشکلی ندارم. من میرم تو وایسا. کسی نیست سری بین. اینا شما این وایسین بیاین داخل پیلر. بیا فایت ندیم بیاین داخل پیلر. برو بکن من بالایی میکنم. آرش شیطان. آرش شیطان نمیزنیم بزنیم خیلی نوبه سگی. او کلیسان ببند اینجا رو کجای نه شما من وایس نمیبینم ما تو کوردینیت پیلرتون رو بدید تو پیلر بریم آرش شیطان رو میزنیم منو بیا 40 منفی داشت چند تا توتم. اوکی آرش شیطان. بیا تو وایپر. و به محض اینکه قایم شدیم همه پلیرها وارد اند شدن. هیچ کار نکنیم بزنیم فایت بدم. اوکی ماشاءالله. اونجر رو اینا کار ندارن. مدیتو آره تیمه. از اونجایی که همشون با هم تیم بودن و یه تیم بیشتر نبود باید میزدیمشون. بریم بچه‌ها. نه وایس بزنیم تعدادمون دقیقاً برابر. بیا اینجا بریم. استرنج بود. اوکی بریم. بریم. بازش کن. پرام اومدی. پوشن بزنم بیام تو یا نه؟ انگلیس بزن بیا. ندارم. مهم نیست. استوار من میزنم. آقا چرا هارتاشو کم نمیشه؟ الله اکبر. ماشاءالله گاداپل خورده باشه من یه گاداپل اول فایتم میزنم. اوکی. بچه آرتیفکت هم یادتون نریوز بدیم. هاشی دمیج نمیخورن جدی. آره نه تو گاداپل خورده خوردن. همشون گاداپل خوردن.
اوه شit اوه وی شیلدم کو اوکی یکی شیلدم داره کو. منو بد اوه، دامن مریضا بد داره دامن. بیس میزنه. آره بابا اینا خیلی بد من دارن شیلدم بیس نیست میزنن. من من شیلدم لگم، نیست من لگم. من اوکی، شیلدم امیری نیست من چی- شیلدم نیست وای کجایی وای چرنگی بود چیزه چرنگی بود چرنگی من قرمزم چرنگی؟ قرمزم باندی رو دیدم اینجا شیلد بابا این که بچهای خودمون بابا چرا بچه خودمون داری میزنی امیجر بزن امیجر خیلی آرتاش کمه بزن سایی درابش کن امیری خیلی آرتش بچه سوره منو کاور بابا شیلدم نیست باک خورده بچه کاور من شیلت من- باگ نخورده یوجی داره تو اسپک دمیج میده یه استرنج چیزی داره میزنه به شیلت دمیج شیلت میره پایین سر آره. همین شکسته ما ادمین ابیوس دمشون به الیا بگو سریع بچه من هیچ پات اضافه نیاوردم چقدر اینا گادپل نزن دارن کیه کی دارن میدن استواره کنارم باشید فقط میس بد من دمیج لگم. می‌کنه. من کنار ریکاردو بابا ماشاءالله چقدر هارت داره اوکی من کیلویی داره گادپل میخوره اولین سامونه مگه اونای اوه هلمتش شکست نیتو شکست بزن المنت دایمندی کویپ کرد اوکی پارش کنیم مستوار بودا اوکی توتمش یه جا دیگه هم شکست من تو رو زدم یس آره. کیلو من شد من کپلشو بگیرم پنتوم داشت امیری اوکی یکی داره بد امیری بک بازیش خوبه ها اوکی امیری داره بد میره امیری بدون بچه، شیر میگه با تو ادمین ابیوز داریم میبازیم get out آجی من از آرتفکت هنوز استفاده نکردم ولی یه گلم نه من عروجه مرد نه امیری لو امیری بد امیری رو بگیری بیاد رو امیری گپل هر چی داری بده من بیا وای برو بهش برس اوه من داره پلیت تمومه بابا ماشاءالله دست خوش ماشاءالله که نه ماشاءالله با من یک کیلو ماشاءالله که نه ماشاءالله ماشاءالله بیا ماشاءالله رو بگو منو بدون شیر کنه بابا این اتوبا رو بزن بچه‌ها اصلا دمیج نمیخوره فقط نمیدید بچه‌ها من برمیگردم آرمور اضافه داشتم 53 دارم عدم آدم لاشی ماشاءالله کیل گرفتم آجی نگو میخواد وایت کنه دابلیو حرکتش خیلی قشنگه یه ایزی بگیر نه زشت بابا دوباره ماشاءالله اسم می‌خواد. وینر سیزن نرید کی مونده؟ نرید راوا هیچ کس جلو نرید هیچ کس وای میخوام با وین چارج بزنم ترف حواست باشه بابا نرید پایین ترف انداختمش پایینا انداختم پایین وای امیری اکتونم امیری شکسته جاش امیری دراش ماشاءالله پسر دیگه تقریبا همه رو داخل این زده بودیم و الان نوبتش بود تا ایگو بگیریم ولی متاسفانه موقعی که خواستیم درگانو بکشیم من دیسی خوردم رکورد نشدم بخشیگاره. ببین اونجایی که علوج اینو میخواست الان یه کار میکنم دیگه نتونه بگیره اینو. علوج جان شرمندت هم ولی دیگه اینو نمیتونی بگیری. وای این یکی از جالب ترین انفایت هایی بود که تا الان داشتم. از عجیب ترین ابیوزا مثل وان شات شدن شیلد بگیر تا استکا گادپل، ولی خوشبختانه تونستیم انتقامونو از اون تیمی که ما رو بارها رید کردن و بولیمون کردن بگیر. و همچنین یه تشکر فراوان از همه کسایی که کمکم کردن داخل این ویدیو.